جوایز رویال پاس سیزن بعدی مشخص شد دوستا. بریم که با هم دیگه ببینیم که کدام سلاح آپگریدی قرار است داخل رویال پاس سیزن بعدی بیاد. و همچنان لباس RP 100 رویال پاس بعدی را براتون نشان میدم. ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک و سابسکرایب از یادتان نره. بریم که داخل ویدیو براتون نشان بدم. خب دوستا این عکس رویال پاس بعدی است دوستا، یعنی سیزن 15 که این عکس پابجی خودش منتشر کرده. و این هم چوکات عکس رویال پاس بعدی است دوستا که اگر کسی رویال پاس پلوس کنه این چوکات برش میاد. و این تفنگچه هم قرار است که اسلحه رویال پاس سیزن بعدی باشه دوستا که سلیول خواهد داشت دوستا مثل سلاح قدیمی رویال پاس. و این هم عکس هم تفنگچه است دوستا، تفنگچه آپگریدی رویال پاس بعدی این عکسش هست دوستا. و این لباسی هم که پشت سر عکس میبینین این هم قرار است داخل RP 40 داخل رویال پاس بعدی بیاد. و این هم دوستا مولوتوف یا آتش سیزن بعدی است که در رویال پاس سیزن بعدی قرار خواهد گرفت. و این هم لباس RP 100 رویال پاس بعدی است دوستا که همراه سلاحش دوستا اینجا عکسش ریویل شده از طرف پابجی که لباس خیلی مقبولی است، لباس پسرانه است دوستا. این دفعه به گفته جاوید گیمینگ دوستا پابجی باز کاکا شده، لباس پسرانه رو برای بچه ها دیزاین کرده، خیلی یک لباس مقبولی است. و رنگ موتر رویال پاس بعدی هم دوستا قرار است برای این موتر UTV باشه که این موتر داخل لیویک خیلی زیاد است و این قرار است خیلی یک چیز جالبی باشه. رنگش دوستا تا ولی پابجی ریویل نکرده برای ما. و طوری که شما میفهمید دوستا برای از این موتر پابجی فقط یک رنگ را دیزاین کرده بوده و هم در سیزن های خیلی قبل و تا بالی دیگر رنگ از این موتر نامده. و حالی قرار است در سیزن 15 یعنی سیزن بعدی یک رنگ جذاب را برای از این موتر قرار است که بیاره داخل رویال پاس سیزن بعدی. و در آخر دوستایی هم مو دنس ویکتوری یا مو رقص ویکتوری سیزن بعدی می باشه دوستا. خب دوستا اگه میخواین از جدیدترین خبرها و جدیدترین جوایز پابجی موبایل اولتر از همه با خبر شوین، پس کانال اماریا گیمینگ را 100% سابسکرایب کنین. اگر از تیک تاک ویدیوی ما رو مشاهده میکنین لایک و فالو از یادتان نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتان.